салом дӯстони азиз, нашри аввали барномаи волидайни сарбозро бо иштироки як бонуе ки ду фарзанди хешро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намуда ба сафи артиш пайваст намудааст маъзуратон мегардонед. Дӯстони азиз, ҳоло мо ба суроғи ин бону омадем то бубинем ки чӣ ҳолу ҳавое дорад. Марҳамат, моро пайгир бошед. خب مادرجان عزیز، چطوری که ما معلومات پیدا کردیم دو فرزند شما در صف ارتش ادای خدمت کرد. البته با دستگیری و راهنمایی و همون تربیت وطن دوستی مادرانه شما. من همچون مادر تاجیک فرزندای خود رو راهنمایی کردم که برای وطن خود رفته در خدمت مادر-وطن ادا کنند. من دو پسرم شاماهمدova سوربون، شاماهمدova شomаҳмад هر دو پای هم رفته در خدمت مادر-وطن رو ادا کرده آمدند. با سر بلند با فخر ملت. این به هر یک مادر تاجیک فخر است که فرزندش رفته با خواهش خودش در ارتش ملی خدمت کرده با سر بلند بر خانه خود برمیگردد. پیش از خدمت فرزندان شما چگونه بودند؟ بعد خدمت آمدن به خانه و روحیه اونها، تن و جسم اونها چگونه بود؟ این خدمت ارتش ملی یک جهت خوبی دارد که فرزندان من پیش از خدمت حربی رفتن تابش افتگی نبودن. وقتی اونا بعد از خدمت حربی اومدن تماما دیگه شدن، هم از روحیت جسمانی هم از تربیه و تندرستی تماما دیگه شدن بودن که اونها من فکر کردم که فرزندان من خدمت رفته دیگرگون شده میبینن رفتار کردارشون سخنگویشون، ولی که برای خدمت حربی وطن مادر کردن که نسبت به مادر نسبت به یار و جرها تماما دیگر شدن. همه طرفه این پسران رو تغییر میدهد، هم از جهت عقل هم از جهت رفتار هم از جهت کشف جسمانی تماما دیگرگونشون میکنند. اونها از خدمت خودشون نسبت به خدمت وطن مادر خیلی میندار دارد که مادر مهربان شما ما به خدمت وطن مادر راهنمایی کردید، ما که اومدیم ما خیلی میندار هستیم که به همین روزا شما ما رو رسوندید. خب با چه رتبه ها برگشتن فرزندان شما از صف ارتش؟ و پسر یکمی من سرجنت خورد، دیگرش قطاری بود، سالات قطاری. فرزند یکی من ماه نوامبر 2018 خدمت رفت، 2019 ماه اکتبر فرزند دیگر خدمت رفت. اینو من سر راه خدمت اینا نشدم، نگفتم که شما بی پدر هستید، من زن تنهایم در خانه به گودکای توقع سر راه نشدم و فرزندان رو به خدمت مادر وطن رسپار نمودم. بر من چند کس گفتن که شما چه مادر هستید که سر توقع در خانه هستید، تو یک پسر دیمش رو کردید. من گفتم که من مادری هستم که فخر میکنم من تنهایی خودم به نظر نگرفته هر دو پسرم رو به خدمت مادر وطن رو کردم که این آبروی ملت است. اینو در خانه من رو محافظت کنن، دولت من رو کی محافظت میکند؟ باید فرزند من همه طرف محافظ وطن و مادر باشد، نه اینکه در یک خانه در خود باید در کشور خود محافظ وطن باشد. من فخر میکنم که به پدر هر دو فرزندم رو گرچند که فرزند خرد داشتم، دست نارسا داشتم و خدمت مادر وطن مثال نمودم، با سر بلند با افتخارنامه ها و خانه خود به محل خود برگشتن. کماندیرای همون روتاشون چند بار به من رحمت نامه با واسطه تلفن کردن که مادر ما مینداره ای فرزندشون که فرزندای با تعلیم تربیه که در خدمت دو سالشون ما یک گام کم بود اینها رو در خدمت وطن مادر ندیدیم. من یه فخر بودم چه مادر. هر وقتی که با همراه من علاقه تلفنی میکردن مینداره میکردن که من خبر گوش میگرفتم، نمیگفتن که من زن تنهایم، نمیگفتن که من زن عزادارم. من این فخری میاد که فرزندای من به سر بلند در خدمت مادر وطن رو، همین یک آبروی ملت من است. خب چقدر که مادر درباره آبرو، شان و شرف و اعتبار مردم گفتند، یک سخنی بود در خدمت دائما تکرار میکردیم، میگفتیم 730 روز که در خدمتیم، بعد خدمت آبروی ملت، واقعا بعد خدمت هر یک جوانمرد آبروی ملت خویش میشود و عائله خویش. مادر عزیز میگفتید که بعد خدمت اومدن فرزندان شما در بین جامعه موقعشون چگونه شد؟ یعنی نظر مردم با فرزندان شما
چی گونه باها میدونم فرزندان شما رو و چی با کدام چشم می‌نگریستن؟ بعد خدمت وطن مادر فرزندان من اومدن در بین قوم آبروی بلند احترام زیاد پیدا نمودن. نسبت به فرزندان من جور و جوره ها محله حرمت احترام زیاد شد. که اینا تماما وقتی خدمت وطن مادر کو همه طرفه انکشاف یافتن. هم از جهت تعلیم تربیت هم از جهت جسمانی حضور احترامشون در نسبت خلق و نسبت محل تماما دیگر شد، زیاد شد. این مادرها هیچ وقت سرکشی نکنین، از خدا طلب کنین فرزندان با سر بالا خدمت مادر و کردن بیاین. دو این پشتیبان ما و شما هستن. مرز ما رو فرزندان ما محافظت میکنن. ما مادران رو، ما خواهران رو، ما مادران و خواهران رو فرزند اکا برادران محافظت میکنن. هیچگاه مانعی سر روی خدمت فرزندان نشوید. وقتی که فرزند کلون من در شنبه گرد میخدمت کرد، من بعد دوربین کس میرفتم هر ماه مرا خیلی خوش پیش باز میگرفتن. در خانه دوربینی مادر و فرزند ما اخری میزگراندیم. من اونجا میدم خیلی خوشنود میشدم. فرزندان سربازا رو میدیدم که خیلی فخر میکردن که چه ما در دوره تنجی فرزندان ما خدمت کرده بودن. هر لحظه که میرفتم کماندیر راه مرا برد جای خود پسرم رو، جای خورد خوراکش رو، جای همیشه نشون میداد. میدم حلاوت میبردن. جای خوب باشون تازه، جای خورد خوراکشون تازه، بچه‌ها لباسای تازه در بر دارن. یگان کمبود نیست. باید ما کو مادرها هیچ وقت سرکشی نکنیم که تو فرزندایی که در کوچه میگردن خوراک خوردن ساعت معین ندارن. حتی ما بار زمین کنم تا بگه میسودم که وقت خوراکشون 3 وقت خوراک معین در اون تامین بود. لباسای تازه و آزاده، عزت و احترام نسبت به فرزندای ما سخت بود در اونجا. با من نیت دارم که من 3 پسر دارم، از 3 پسر 2 تن خدمت کرد. خدا خواهد سیمگرش بعد ختم دانشگاه اگر داخل شد اینش به سفی خدمت وطن مادر سوال مینمایم، ولی شان شریف هر یک مادر تاجیک است. من همچون مادری سرباز دعا میکنم که دائم در خدمت وطن مادر هوشیار و چالاک باشن، هیچگاه به خاطرگیری راه نتیان، دائم سر بلند بر خانه خود برگردن. دوستان عزیز، سلسله برنامه ما اطرافی آن همین قهرمان زن‌های می‌رود که در هر یک نشر برنامه ما کوشش می‌کنیم برای شما آن همین گردآفریدها رو، آن همین زن‌هایی که با دست و دل نیتی پاک فرزندان خویش را در روحیه و تندرستی تربیت نموده برای حمایت مرز و بوم وطن اجدادی خویش سهم بارز گذاشتند. خیر بینندگان عزیز، تا برنامه‌های دیگر تنصیحات و خانه آباد باشید.